خرمایی که دیروز هسته گرفتی با وسطشو گردو گذاشتیم، امروز اومدیم چیکارش کردیم؟ رنگینک. کرپ و روغن مایه و آردو با هم مخلوط میکنیم روی حرارت. من یه مقدار آرد نخودچم بهش اضافه میکنم. آرد نخودچم یه مقدار آردمون تفت خورد، آرد نخودچم بهش اضافه میکنیم، تفت میره با هم دیگه. یه قاشق پودر دارچین، یه قاشق هم من هل و گل سرخ رو با هم مخلوط کردم، آسیاب کردم، بهش اضافه میکنم. عطر و طعمش رو خیلی خوب میکنه. هم میزنیم کاملا که برشته شد روی خرمایی که توی ظرف ردیف چیدیم، مواد رو روش میریزیم و به دلخواه روش رو تزیین میکنیم. من پرک بادوم، گل سرخ و کمی گردو خورد شده تزیینش کردم. نوش جان.